رهبری برجسته، رزمنده و سازمانده خودش را از دست داد. او یادگار صمد بهرنگی بود، یادگار بهروز دهقانی، چنگیز احمدی. مادر شاهرخ که من باش صحبت می‌کردم میگفت که خونه ما محل رفت و آمد انقلابیون بود. شاهرخ در چنین فضایی بزرگ شده، انقلابی برجسته‌ای که زندگی خودشو از زمانی که خودشو شناخت وقف جنبش کارگری کرد. او برای مبارزه برای یک جامعه انسانی و سوسیالیستی سر از پا نمیشناخت. شاهرخ برای ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری می جنگید، برای سندیکا می جنگید، برای شورا می جنگید، برای کمیته کارگری می جنگید. او متعلق به جنبش کارگری ایران بود. در حال حاضر فعالین کارگری از این ضایعه بسیار متاسف هستند، اما هممون اینو میدونیم که راه شاهرخ، زندگی شاهرخ چیزی نیست که با حذف او از بین بره. جنبش کارگری ایران رهبران